اللهم صل على فاطمة بعديها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وبعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سلام علیکم. تبریک عرض میکنم بنده نوبه خودم فرارستن ایام پرخیر و برکت و ایام ماه مبارک رمضان رو امیدوارم که همه شما عزیزان و خود بنده دست پر از این ماه انشاءالله بیرون بریم و به قول خودمونی بخوایم بگیم بار خودمون رو ببندیم انشاءالله. روزای بلندیه، روزه گرفتن سخته، مخصوصا اونایی که کار میکنن. هر روزا بلند شد دادم لحظه افطار حس عید نوروز بهش دست میده، خود پاش روبوسی کنه با بقیه. مخصوصا هم حالا چند وقتش مثلا افتاد سخنرانی هم داشتیم، ما زیاد آب میخوریم. اون موقع واقعا یه روز اومدم دفتر گفتم یه سریع صوت بذار تو سایت از آتش حضرت ابوعبدالله. ما روزه حضرت ابوعبدالله اصلا باید یه ساعت قبل از افطار خون، واقعا مخصوصا روزی که بدوی و سرگیجه بگیری و داستانی آدم درک بکنه خیلی خوبه. حداقل خودشو شبیه کنه که نمیتونیم بکشیم. 2 سال دیگه عاشورای شمسی و قمری یکی میشه. هر چند وقت یه بار اینجوری جور در میاد. 1395 من با نرم افزار زدم دیدم عاشورای شمسی و قمری یکی میشه. حالا من خودم گفتم اگه بشه آدم اونجا باشه شاید یه خورده آب و هوایی هم بیشتر بتونه درک بکنه و این البته بدعتی نشه پس فردا درست کنن عاشورای شمسی هم درست بشه. نه، منظورم این نیست. برای درک اون گرما توی سرزمین عراق، تو اون آب و هوای شرجی مثل که رفتن بهتر میره. خب ما این چند شب انشاءالله قرار این که ننوشتیم تو سایت 5 شب 4 شب چقدر 3 شب اینا، چون عید دست ما نیست. ما گفتیم تا آخر ماه مبارک در خدمت شما هستیم. موضوع که خیلی با ما تماس گرفتن و میخواستن و این بحث که آقا ما چجوری جلو گناه کردن رو بگیریم. ما گناه دوست نداریم بکنیم خودش. هیچ بچه مسلمان، هیچ محب به اهل بیتی دوست نداره گناه کنه. اصلا بذار من چیزی به شما بگم، حتی غیر مسلماناشم دوست ندارن گناه کنن چون با فطرتشون گناه کردن سازگار نیست. اما ما اراده ترک گناه ظاهرا نداریم. گناه میکنیم شاکی میشیم از دست خودمون، گریه میکنیم، اشک میریزیم، خدای ببخشید، دنبال همین ماها میگردیم خودمون رو تطهیر کنیم، پاک کنیم. اما واقعا راه داره. مبنای بندم تو این چند شب اول از همه که میدونی همونطور که سخنرانی حقیر هستش، قرآن و سیر اهل بیت صقله. و خب ما به عنوان یه مسلمان همونطور که وظیفه‌مونه باید پیگیر مسائل اخلاقی بشیم. من از 2 استاد اخلاق بهره میبرم. خدمت این بزرگوارانم میرسم، یه سری نسخه ها دارن، یه سری نکات دارن که این نکات واقعا نکات ارزنده‌ایه. خب اینا رو من یادداشت برداشتم، نوشتم، مثال های خوب براش پیدا کردم، مصداق های پیدا کردم. همین ها این نکات رو میخوام عرض بکنم که جاهایی هم به برخی از افراد ما گفتیم نتیجه گرفتن خودش. یعنی چون نتیجه گرفتن در عمل نتیجه داده. یعنی اصلا قرار نیست ما حرفای فقط تئوریک و اینجوری بزنیم، نه، قراره سری حرفای بزنیم که خودتون اجرا کنید، نتیجهشو تو زندگیتون ببینید. فقط باید پایه باشید، یعنی واقعا اجراش بکنید. اجرا کنید تو کمتر از 2-3 ماه نتیجهشو تو زندگیتون ببینید. کمتر از 2-3 ماه نتیجه شروع میشه. این چند شب ما قراره انشالله به امید آقا صاحب زمان در مورد اینها صحبت بکنیم. من شب اول و سخنرانیشو قبلا جای دیگه کردم. خب من تو مجبورم شب اول خیلی خلاصه تایم سخنرانی من در واقع 1 بعد میکروفون تحویل بدم. خب یعنی برای سخنرانی هیئتی، سخنرانی معمولی و حتی شاید زیاد هم باشه چون 45 دقیقه اینا، برای ما که رو 2 ساعت و نیم 3 ساعتیم برای ما کمه، یعنی عادت نداریم، شروع میکنیم 1 ساعت. خب حالا نکتهش اینه که این چند شب سریالیه و در واقع پشت سر هم. ببینید خب گناه اون چی که با عنوان اسامی مختلفی هم باز با هم تفاوت داره، حالا بیشتر صحبت خواهیم که شب آینده، مثل اثم، ذنب، اینا میشناسید و ما دوست نداریم کار رو انجام بدیم. در حقیقت یک نافرمانی آشکار در مقابل خداست. انسان جایز الخطا نیست، این اشتباهه. انسان ممکن الخطاست. اصلا انسان جایز نیست خطا کنه.
میگن جایز الخطا، این گفتم مجاز خطا کنه، بیخود کرده. بعضی از ما هم توهم داریم، یه خطایی که نمی‌کنیم انتظار داریم مثلا همین الان از آسمون یا یک فرشته بیاد روی زمین و مثلا یه کفشامون جلو پامون جفت بشه. مثلا این توهم و تخیله. مثل یه راننده خلافکاری میمونیم ما که به گند کشیدیم کل جاده رو، بعد چند روز تصمیم گرفتیم کمربند ایمنیمون رو ببندیم، اما کماکان 200 تا میریم ما، با گوشی صحبت میکنیم ما، دسته میکشیم ما. اینا هست چون فعلا کمربند رو داریم میبندیم، انتظار داریم که همه پلیسا برن تو رکوع در مقابل ما تو جاده. و توهمه. اینا رو باید از تو توهمات بیاد بیرون. اگر یه سری توهمات تو ذهن خودمون چیدیم و این توهمات برامون میشه مبنا، بعد یه سری اتفاقات نمیفته، میگیم آی خدا با ما قهره، آی خدا چرا اینجوری نکردی، چرا اونجوری کردی. بعد اینو بذاری کنار یه سری مباحث عرفان‌های نظری که ماشاءالله داره بیان میشه و جاش هم اصلا تو کشور ما خالی نیست، خیلی زیادیش هم داریم، عرفان عملی خیلی کمه. این تشنه میکنه طرفو، اما در عمل راهکاری نیست. تشنه شده در عمل هم راهکاری نیست، از جوب آب میخوره. میاد آقا عرفان اینجوری، سید علی قاضی بزرگ تبایی آقا 2 رکعت نماز بخون، اومدن دیدن قش کرده، چشماش سیاهیش معلوم نیست سفیدیش دیده میشه. عجب چیکار میکرد آقا؟ آقای قاضی نماز میخونده اینجوری، آیه خدمت شما از حضرت آیت الله بهجت اینجوری بوده، آیه نخودکی اسمانه اونطور بوده. اینا رو میشنوی و بعد انتظار داری تو هم یوهایی میفتی توی فازی و یک سیستمی درست بکنی و بعد میری تو دیوار هیچی هم اتفاق نمیفته، به کل شک میکنی. نه عزیزم، آقای قاضی 20 خورده سال فقط نگین زیر زبونش گذاشت که حرف لغو نزنه. 20 خورده سال زیر زبونش سنگ نگین عقیق گذاشت، هر موقع می‌خواست یه حرف بی خودی بزنه که جاش نبود، همین مزخرفاتی که ما میگیم بیکام، کسی از ما از اون سوال نپرسه حرف میزنه. میشه غیبت، میشه خود شیرینی، میشه اطلاعات لو دادن، میشه هزار جو. بیکام بشین ساکت بشه. برای اینکه خودم میگم واقعا اینکه حقارت شخصیتی دارم دیگه. آقا راجع به این مسئله من نظریه بدم، همونجوری دیگه دقیقاً آرومش کنی تو جمع. خب آقای قاضی هر موقع حرفی بزنی که من برای چی باید این حرفو بزنم؟ تو ازم سوال نپرسم، چرا بی فشارش میداد؟ حالا یه سوال، ما جایزیم بریم کارو بکنیم دیگه؟ نه خیر، اینم نیست. اشتباه نکن، همینه دیگه. این فرمول برای آقای قاضی بوده، تو فرمول خاص خودتو داری. همین چی شو؟ شما فرمول خاص خودتو داری. تو برعکس بهترین دکتر خودتی. قرآن اهل بیت بهت میگن مریضیا رو دیدی، آقا یه نفر هستش میگه آقا بیا فلان بخور، میگه نه آقا من بعد از فلان غذا به همون غذا رو میخورم حالم بد میشه. دکتر خودشه. تو اون جمع افطاری دادن 20 نفر هیچیشون نمیشه، این یه نفر براش ضرر داره. اینا رو باید پیدا کنی و میدونید همتون اون گیر و گورای زندگیتون رو میدونید، اون گره ها رو میشناسید، باید خوب استفاده کنید. شیطان هم کارش ارائه گناهه. دست هیچ کدومونم به زور نگرفته بره. اون دنیا ما خیرشو میگیریم، ما نکه انشالله جهنمیا خیرشو میگیرم. یا خدا کار همین پدر سوخته بود، این نگرش نزاده رد بشه، خدا نگرش بده. میگه خب بگو، میگه من دست کدومتون رو به زور گرفتم؟ نه یکیتون باشه میگه آقا خیر منو بیا بریم زنا کنیم، بیا بریم. دروغ اگه نگیم من با این کل تو شلیک میکنم تو مخت. میگه پیغمبر شما به تو گفت بیا تو این راه، منم گفتم بیا تو این راه. حرف منو بگو، موضوع حرف پیغمبر رو گوش کن. تازه من از این براءت میجوام، خیلی احمقه. آتیش میگیره آدم. اینی اخاف من الله رب العالمین، من تازه خودم از خدا میترسم. این حرفاش مکالمه این قرآن آورده. میگه من خودم از خدا میترسم، بعد تازه به اینم من فاصله بدید خدا اینو بکشید شما. بعد جونورم طبقه 4 میسوزوننش تو جهنم. یعنی 3 طبقه هست که بدتر از اینن. اونایی که شیطان رو رد کردن، شیطان رو درس میدن. شیطان بدبخت 4 تا راهکار اینا داره یاد میده، بعد دیگه بعضی اصلا یاد میگیرن اوستا میشن. یه بابایی تو گفتم دیگه داشت گناه عجیب غریبی میکرد. بعد حالا دیگه گناهش نمیشه گفت. آره گناه عجیب غریبی، گناهش که تماشا کاری که تماشا گفت شیطان لعنت، من گفت بر پدرت لعنت، بر رب جد آبادت لعنت. من 1000 سال فکر میکردم چیزی به مخم نمیرسید، تو اینا کجا در آوردی اینو گناه کردن؟ ما آدم و عقلونش جنا بیشتره از شیاطین. شیاطین جنی عقل انسان بیشتره. خب
اونا تجربه دارن، چون عمر زیاد دارن. مثلا شیطان تا یکی مثل شما رو میبینه میگه عجب، یه علیه السلام 1200 سال پیش یه بابایی بود این همین بود کله پاش کردم، یادمه برای اون این کارو کردم، برای همین جواب میده. اخلاقش این همونه. کیس آشناس، پروندهشو قبلا داریم. اینجوریه، اونا تجربه دارن. وگرنه علم ما، عقل ما اینا بیشتر انسان. و علم الانسان ما لم یعلم و علم الآدم اسماء کلها. مثلا تو اون سوال جواب این جن‌ها، فرشته ها، این جنی که رفته قاطی شده بود نتونستن جواب بدن. ما قراره رو این راهکارا هم کار کنیم. یه چیز عجیب غریبی که حالا تو این کتاب شریف ما واضح آمده اما تو ترجمه ها در نمیاد، ایراد زبان غیر عربه. میخواد فارسی باشه، ترکی باشه، انگلیسی باشه، اسپانیایی باشه، زبان نمون بورکینافاسو باشه، فرقی نمیکنه. در مقابل زبان عربی ما چیز داریم، مشکلات داریم. الان شیطان تو قرآن 20 مدل به ما حمله میکنه. بعد همه رو نوشتیم فریفت و کشت خودتون. فریفتم شد. آقا اسرائیل به غزه حمله کرد. و چه جور حمله‌ای بود؟ حمله کرد. موشکم حمله کرد، میگه حمله کرد. تک‌تیراندازاش رفتن، میگه حمله کرد. نمیدونم با هواپیما رفته زده، میگه حمله کرد. نیروی زمینیش رفته گرفته، میگه حمله کرد. بابا من نمیتونم اصلا، باید بفهمم چه جور حمله کرد. برای اون تک‌تیرانداز بذارم، برای اون پهپاداش دوش برتاب بذارم، برای جلو موشکش موشک بزنم. تا نفهمی نوع حمله چه جوری میخواد جلوگیری کنی؟ افغانستان نیروی دریایی داره؟ آره یا نه؟ و دریاش کجا بوده داشته باشه؟ مثلا حمله دریایی ممکنه بشه به افغانستان، بره سرمایه گذاری کنه رو نیروی دریایی. نشدنی. مغولستان نیروی دریایی داره؟ نداره دیگه، ما داریم. چرا؟ چون دریا داریم دیگه، چیز واضحیه. ما حالا اینطور که دریا رو میشناسیم چون جلوی چشمونه، خودمون نمیشناسیم، اون جونورم نمیشناسیم. این میشه گناه میکنیم. این جلسه اول من مدلایی که این جونور به ما حمله میکنه، این جونور تو صحبت‌های بنده تو این 4 شبه که خدمتش هستم یعنی شیطون عمدتاً، مگه اینکه عکسش باشه اونم توضیح میدم. این جونور به ما حمله میکنه. اینو باید ما خدمت شما عرض بکنم. ما نکاش از قرآن در آوردم و خدمتتون عارض میشم. پس بفهمید یه شیطان حمله میکنه، مدل‌های مختلف داره. بعد تو خودت تشخیص میدی، میگه این حمله هوایی بود، ای بازی خوردن. آقا چیکار کنیم؟ نیرو دریاییمون رو قوی کنیم. یه حمله هوایی بهت کرده، بابا تو کجای کاری؟ میگه پدافند موشکیمون رو باید قوی کنیم، پدافند و موشکی ضد هوایی و از این داستانا. میگه این اصلا داخل بود، این حمله از داخل بود، چریکاش اومدن تو. پیش میره دیگه، حملهش به یه جایی میرسی که اصلا خدا فوشای بد داده. حالا من میگم، خب بعضی به ما گیر میدن میگن تو صحبتات یکی میگفت برگشتی گفتی الاغ. گفتم خب خدا تو قرآن میگه مثلا الذین حملوا التوراة کمثل الحمار، اونه که تورات حمل میکنن میبرن با خودشون اما عملش نمیکنن مثل الاغ. حالا من چه میدونم، شاید الاغ و دنیا شاکی بشه که به بعضی ما بگیم الاغ. خب اینا که قرآن خدا تو قرآن میگه یا سگ به بلعن با اورا میگه. اینا فوشه قرآنیه، ناراحت نشید. اولین نوع حمله این جونور وحیه. همون جوری که ما وحی الهی داریم دقیقاً وحی شیطانی هم داریم. وحی جونوری به قول دوستمون. للقلب اذنین، قلب انسان 2 تا رادار داره، 2 تا رادیو داره، 2 تا گیرنده داره. اذنان للرحمن و اذنان للشیطان. صوت شیطان دائم هست، مشکل از توی که رادیو تو تنظیم میکنی رو اون. چرا من به گناه میافتم؟ و دائم رادیو داره ابلیس میگیره، رادیو ابلیس گرفتی، بعد میگه چرا به گناه میافتم؟ یا رادیو الله بگیر. داستان سر همینه. یعنی شروع ماجرا از اینه که رادیومون رو تنظیم کردیم رو ابلیس. موج رادیو خدا میگه و معصوم میفرماد اذنان للرحمن و اذنان للشیطان. تو بس کردی این اذن گوش گیرنده، بشقاب چرخونده دیشو رو شیطون، شبکه قرآن نمیگیری. تو این جز وایس آف امریکا صدای شیطان بزرگ در نمیاد.
همین جوری که آقا من بازی تو سخنرانی پرسیدم میگم آقا تو این 200 سال گذشته معاصر کشورم تجزیه شد، نفتمونو بردن، ترور کردن، امیرکبیر کشتن، اینا پدرمونو در آوردن، کدوم کشور بیشتر بابامونو در آورد؟ همه میگن انگلیس باید BBC نگاه میکنه. و همینه دیگه. ببین میدونیم شیطون بده اما موجمون روی چیه؟ شیطون. میدونیم انگلیس بده اما موجمون روی انگلیس. پس نگو عجیبه، در عمل داره اجرا میشه. در اینم شک نداریم که صلاحمون رو نمیخواد، شک نداریم که پدر سوختگی محضه. خب پدر سوختگی محضه، اما بازم گوش میکنیم. چرا گوش میکنیم؟ عجیبه، نفس میخواد. جلسه بعدیمون در مورد اینه، یعنی اصلش اینه که ما نمیتونیم جلوی صدای شیطون رو بگیریم. اون آقا صاحب زمان یاد خفش میکنه، کله رو میندازه اون طرف، تموم. خب دیگه اصلا صدای شیطانی رو زمین نیست. هی رادیو رو میچرخونن بگیرن یه چیزی نیست، پارازیت ول کردن. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ مشکل من و تویی که میگیریم دائم دوستش داریم. قرآن یه جایی میگه اولیا، میگه دوست شیطونید و ولایتش رو پذیرفتید. حالا در ظاهر نه من اینجوری نیستم. در ظاهر عربستان بیاد به اسرائیل فوش بده. آقا من خبر به شما بدم، به قزم هم داره، ما اخبار نسبتاً بسیار صحیح داریم که کل هزینه حمله اسرائیل به غزه عربستان متقبل شد. و کارامه دیگه. مثلا بولتن تهیه میکنیم، بولتن خیلی خاص، نزدیک 800 تا خبر و تحلیل در ما خونده میشه 6 تا 7 تا 8 تا تحلیل. 800 تا خبر و مقاله و تحلیل میشه، میفرستیم برای برخی از مسئولین، میگیم با خبر باشید اون ور چه خبر. فقط هم اسرائیل. خب من دارم یعنی به عنوان کارشناس دارم عرض میکنم. عربستان الان یه سری از شروط حماس برای آتش بس رو اسرائیل قبول کرده بود، عربستان و مصر بودن قبول نمی‌کردن. اینا قبول نمی‌کنن، میگم حماس کلا باید از بین بره. اینم سنیه. چی شد؟ این داعش کدوم قبرستونه؟ این حمله خوبی نبودا. ما میبینیم ما هم جیگرمون آتیش میگیره، خدا شاهد. اما الخیرو فی ما وقع، خدا اثبات کرد و حجت تمام کرد بر مسلمانان که ببینید اینا در ظاهر فوش میدن به اسرائیل اما ولایت اسرائیل رو قبول کردن. بهتون اثبات بشه. این عربایی که در به در دنبال بودن که مردم سوریه دارن کشته میشن، انواع اقسام سلاح‌ها رو رسوندن، چرا اینجا اصلا سلاح نمیخواد برسونن؟ ما را به خیر رو تو امید نیست؟ شر برسون به اسرائیل پولو نده. بنزین هواپیماهاشون که دیگه خبرش خیلی آشکار شد که عربستان سعودی میاد، تو میگن بعضی هواپیماهاشون میرن اونجا سوختگیری میکنن میان بیرون. اینجوریه. تو اردن هم همینه. داعش یه کری خون واسه اردن، اسرائیل وزارت جنگش اعلام کرد اگر داعش سمت اردن بیاد ما وارد جنگ میشیم با داعش. اینقدر برای اردن با هم رفیقن، پشت پرده هم بستن. یعنی وحی یعنی ارتباط سریع و پنهانی. یک ارتباطی یک لحظه به دلت میفته، نگاه کن، یه فکری تو ذهنت میفته، ببین خودشناس باش، میگی این حرف مال من، بگی نیست. آقا رفتم خونه رفیقم به ناموسش شب نگاه کنم، من معرفت دارم، مرام دارم، این مال، اما فکرش اومده تو ذهنتون ها، اومده، اما قبول داری که این حرف مال تو نیست، تشخیص بده مال شیطون. سریع خاموش کن رادیو رو، بدون موج رو اتومات بوده، چجوری بوده، چرخیده رفته ابلیس گرفته. میفهمیم ما بعضی موقع میگیم این فکر مال من نیست، میگیم این فکر مال من نیست، سریع فاستعذ بالله، سریع ذکر بگو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلوات بفرست. آره اینا واقعا اثرگذاره ها. قدیما تا دعواشه میشد چی میگفتم؟ لا اله الا الله، پاشم بزنم این استغفر الله، یا همین جلو دعوا رو میگرفت. الان تا شاکی میشه اول فاش خار مادر زمین داره میره، خب میخواد جلو دعوا رو بگیره. این تشدید کننده و آمر بر دعواست. فاستعذ بالله، سریع اینو باید چیکار کنی؟ باید بری پناهنده سیاسی شی.
این قدیما تو همین مملکت خودم اینجوری بود، تا یه دعوایی میشد اینا اونا که خود فروخته بودن این میرفت سفارت روسا و تو سفارت انگلیسا ها میرفتن سریع یا اونجا جزئی از خاکشون میشد، میگفتن آقا این روسا انگلیسا هم قوی ان نظامی، کسی جرئت نمیکنه بهشون حمله کنه ها، میرفتن پناهنده سیاسی میشدن. الان تو جای جنگ در میگیره میرن توی مقرهای سازمان ملل، میرن سریع میگه اینجا رو نمیزنن، سریع پناهندگی فقط به دامان الهی، به درگاه مقدس حق تعالی. بریم بسم الله. خدای من اومدم، من میترسم خدای از این، من بدون تو جلوی این جونور نمیتونم در بیفتم، فقط تویی، فقط جز تو کیو دارم من. این شبا شب همیناست. ما ایرانی‌ها، ما شیعیان، ما محبین اهل بیت میونم با اهل بیت خوبه. اصلا ما سراغ اهل بیت رفتیم تو زیارت جامع چی میگیم؟ خدای ما از اینا بهتر گیر نیاوردیم و رسیدن به تو. آقا نمازایی که ما برای شما نماز برای امام زمان رو نگاه بکنید، توحیدی ترین نمازه. کدوم بخش نماز هی تکرار میشه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. برای خدا. اهل بیت باید ما رو برسونن به خدا. اهل بیت آدرس نیستن، کشتی نجاتن، هم آدرس میدن هم میبرن با خودشون. همین چی شد؟ این چیزی که بگه برو میبرد. اهل بیت میگن بیا بریم، نمیگه برو، میگه بیا، خودش میگیره میبردت. کشتی نجات تو اون طوفان‌های گناه و ذنوب و معصیت‌ها ما بتونیم بریم اونجا. قرآن میگه ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. آها، الی دوستش نباشه که نمیتونه. اگه ببین اون کسی که گذاشت این ماهواره رو دیشو چرخوند به سمت اونور، به سمت اون بابایی که میخواد براش وحی بفرسته، دوستش داره، ببین ته قلبش میخواد، میگه بابا اینو جمع کن تو خونت، میگه مستندهای خوبی نشون میده. نه من که میدونم تو میخوای بری خرم سلطان نگاه کنی. خب این بعد دیدی اینا خودشون هم لو میدن، نمیگن حریم سلطان، چون مقصود اینا از این سریال فقط همون زنه است، اسم همونه. من اون زمانی که سریال امیرالمومنین نشون داد، سریال امام علی، به یه دی میگفتن امشب قطام داره. خب این من اصلا آره دیگه نشون میده دیگه، بالاخره که کاراکترهای مهمی که مد نظر ایشونه اینا. ببین بهانه است مستند، ما جونورا خیلی جونورای خوبی نشون میده اینا، بشیم اونا رو نگاه بکنیم. خب دیگه ببین ته دل خودت دروغ نگو. ما تو این چند شب میخوام اولین حرفی که بزنیم با خودمون دروغ نگیم تا بتونیم مشکلمون رو حل کنیم. بگیم آقا نیروی زمینی اون مشکل داره، میخوایم بیایم میدون مین درست کنیم شیطان نتونه اون حمله کنه، میخوایم این کار کنیم. اصلا کار انسان، ببین حضرت آدم ترک اولا کرد، فعصا آدم اشتباه کرد، بعد گفت چی؟ بگید غلط کرد، اشتباه کردم ببخشید. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. بعد خدا بهش فرمود راه رسیدن به منم همینی که بهت میگم. کنز الاموال متقی هندی اهل سنت، در المنصور جلال الدین سیوطی اهل سنت، مستدرک حاکم نیشابوری اهل سنت، میگه او کلمات الله این بود: الله یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. گفت راه رسیدنم بهمون نشون داده، میگه از این مسیر، اما بیا سمت من. میگه فتاب علی انه هو التواب الرحیم. آدمی که تا دیروز آدم شد، آدم تعلیم دیده بود اما تربیت نه. به خاطر خدا میگه فتلقى آدم من ربه، میگه رب مربیش تربیت گرفت. ما تو این حمله ها میخوایم خودمون رو چیکار کنیم؟ بروز بکنیم. آقا شما یه مربی فوتبالی میبینی هی داری گل میخوری، دفاع قدشون کوتاه، هی سانس میکنن گل میخوری، دو تا دفاع قد بلند میفرستی. مربی تیم تو تربیت کردی، ترمیمش کردی، شیطان حمله کرد، یه بار خوردی، عیبی نداره. خدا میگه عیبی نداره، راه برگشت بازه، 3 تا تعویضم نیست. من ارحم الراحمینم، من بخشندم، نه 3 تا تعویض. تا میتونی تعویض کن اما تیم تو محکم ببند. درست شد؟ تیم تو ببند، بازیکن‌ها رو جابجا کن، یه تیم. حالا تو برو تا فردا با مالدیو بازی کن. 17 تا عجب تیمی داریم ما، مثلا عشق میکنه یارو دیگه. این دروازه‌بان ما حوصله‌اش سر رفته بود، توپ نمی‌اومد اینور که. بعد همون سال اینا با آسرون بود، با کجا بازی کردن 5 تا 7 تا چقدر خوردن، سوراخ شدن. خب برای چی؟ دشمن خدا گوشه قدر.
خب برای اینکه ضعف‌های ما با وجود ابلیس چی میشه؟ آشکار میشه. با وجود ابلیس ضعف‌های ما آشکار میشه. وقتی این ضعف‌ها رو ترمیم میکنیم ما آدم‌تر میشیم. گرفتی چی شد؟ در سیستم آفرینش الهی ابلیس ملعون که ما خوشمون هم نمیاد ازش جزئی از پازل الله تعریف شده. ابلیس فرصت میتونه باشه حتی برای مؤمن. بگه من خودم متوجه نبودم ایراداتم کجاست. این ملعون به من مشخص کرد. آقا سریع حمله زمینی شده، عیبی نره درست کن، دیوارای دفاعی رو درست کن. میچینه دیگه حمله نمیشه. آقا من میبینم از شهوت دارم به گناه کشیده میشم. تشخیصش سخت نیست. میفهمم من سخنرانو غرور میگیره. تشخیصش برای خودم میفهمم. آقا یه نفر میبینه آقا داره توی این کاری که هست، توی این برهه از زندگیش، توی این جایی که هست داره به گناه افتاده میشه. برای چی؟ سر مثلا همکار خانومی که داره حمله رو تشخیص داده، نمیخواد اینو بیاد، حمله رو دوست داره، حمله رو دوست داره. میگه ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. میگه این ولایت ابلیس اصلا پذیرفت، خوشش میاد. حالا به زبونم نمیاره، اصف خدایا توف 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 این ورمان میکنه. آره اما دلش اونوره. کلن این ماجرا اینا دریابیم. وحی رادیو تو ببین، این بذار بهت بگم، رادیو رو خدا بذاری هم میاد پارازیت ول کنه، اون میاد کار خودشو بکنه. تو باید دائم زرنگ بشی، هر لحظه بگین حمله جدید از کجا. حضرت آدم بعد از این ترک اولایی که کرد و توبه کرد، خدا یه لفظی براش استفاده کرده عالی 20. خدا بهش میگه ثم اجتباه، میگه آدم مجتبا شدی. مجتبا در زبان عربی یعنی معشوقه‌ای که 6 دنگ بخرنش. یعنی مقام حضرت آدم بعد از ترک اولا و توبه و ترمیم خودش بالاتر رفت از قبل از اون خطا. این خیلی جالبه ها. خدا میگه خطا کردی، جایز نبود خطا کنی، اما انجام دادی. فهمیدی ایرادت کجاست یا نه؟ حالا مارگزیده از چی میگن؟ آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، 6 تن بشه. آره من فهمیدم اینا کماندوهاش اومدن تو، بستم، به خدا بستم اونجا رو. سری میره جلوشو میگیره. جوون اومده من میگه من به گناه دارم کشیده میشم، دیگه نرفتم اینجا. باریکالله. من خودم میدونم، خودم میگم با کسی دیگه هم کار ندارم. آقا من میدونم یه دوستی دارم برم باش بشینم، گناه لسانی به وقوع میپیونده، نمیرم پیشش. باور میکنی؟ هی در به در دنبال ما، زنگ بزن آقا بیا ببینیمت فلان اینجور چیزا. دوستش هم دارم رفیقمونه، اما میگم خودمو بیشتر دوست دارم. اسم بابا اون دنیا کجا پیدا بشه؟ اون دنیا هیچ کیش که نمیشناسه. حدیثاشو بخونم امشب زار میزنید. من تا تصمیم گرفتم زیاد از وحشت نگم، از مرحمت و اینا بگم. اما یه دونه فقط براتون بخونم. اون دنیا روایت داریم مثل تیر توی تیردون که تکون میخوره، یه چیزی میذاشتن تیر توی تیردون تکون نخوره، مثل فنر تو خشاب. اونجوری محشور میشی. یعنی جفا وایستادی، بغل دستت یکی جلوت، یکی پشت سرت، یکی این طرفم یکیه، نمیتونی بچرخی. بعد میگن آقا برید بیاد، یک شلم شوربایی بچت بغل دست راستت، میگه برو گور پدرت، اینقدر اوضاع خرابه، مادرتو نمیشناسی. خب بعد میگه آقا غیبت کردی از فلانی، بگرد پیداش کن حلالیت بگیر. یا خدا تو اون جمعیت 2000 سال دنبالش میگردی، بعد 2000 سال پیداش میکنی، میبینی 50 نفر خرش رو گرفتن، این خر 20 نفر رو گرفته، یه شیر تو شیریه، تو هم میری تو اون دعوا. حق الناس آقا رعایت کن، حق الناس رعایت کن که خدا حق الناس از شهید هم میگیره، چون عادل این خدا. من آدم خوب بودم شهید شدم، حالا رفتم مال یه نفر رو خوردم. حالا ما اعتقاد داریم هر کسی هم شهید نمیشه، حالا اشتباه نکنید از عرض بنده، اما یه کاری کردم بالاخره حق. ما نمیتونیم بگیم شهدامون حق الناس برگردشون نبوده، همین شهدا جنگ خودمون بوده. بعد چی میشه؟ خدا میگه واش حق الناس تو پس بده، بیا بهشت. و حق الله و حق النفس صاف، بیا بهشت، اما حق الناس رو پس بده. یه سری شهدای معدود محدود داریم که خدا میگه با من ساکت شید. چقدر 300 تا ثواب، دعوا سر ثواب، این وعده پول میشه.
اونجا بس ثوابای یارو تموم میشه، گناهاشونو میزنن رو گردن این. قد 300 تا گناه میذاره رو گردنش، نه اوضاع خراب میشه. خب اونجاست که میدونی چی میشه؟ اونجاست خدا میگه این با من این حساب شده است. یه عده محدود و معدودی از شهدا هستن که اونا اصلا اینا با کله میان تو بهش، خوشا به سعادتش.